این آرامگاه در ناحیه بلندکوی شوراباد چون منزلجوی غریبان معروف است. چرا غریبان؟ چون آنهایی که در این آرامگاه خوابند همه از آب دریافت شدند و شخصیت اکثرشان نامعلوم است. مردم کشت دهه‌ای در ساحل دریای پنج هر جسدی از دریا یافته‌شان را با رعایت همه مراسم مسلمانی در اینجا دفن می‌کنند. با گفته مردم ده در این آرامگاه از دو ساحل دریا هم از تاجیکستان و هم از افغانستان دفن شده ها هستند. همینجا آب دور میزنه، من پایین چنور بالای چنور همینجا میگردونش چون که مردم چون میره پیش وقت ازم میآورد. ما همین برای که مردم به همین آب میرفت میآورد آب میخورد همین در رو میدیدن بعد خبر میکردن میگرفتنشون. سوی برای دیگه نمیدونه همینجا گورش میکردیم. پیران ده حدس میزنند که این منزلگاه تاریخی بیش از 100 ساله داشته. هنوز پیش از دوره انقلاب اکتبر در اینجا غریبان را دفن میکردند. شماره دفن شدگان در اینجا به کسی معلوم نیست. همش در همینجا گور کردگی هست. همین قشب با کلانترا ما شنویدیم. ما خودمون دیگه 55 اون طرف شد نمیدونیم. نکیش شنیدگی از همون شنیدم را میگیم. از گپی همون را میگیم. کارشناسانی که با میت‌های این منزلگاه سر و کار داشتند میگویند در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان مساحت قبرستان یک باره خیلی وسیع شد. خیلی گروه از این طرف و اون طرف سرد عبور میکنن. اودیتوی میشه که بعضی آدم‌ها غرق میشن. شخصیت نامعلوم. چون در ساحل طرف راست یعنی در ساحل ما امر اشکار میکردیم. خیلی با قدر امکان با جای حادثه میرفتیم در همون وضعیت نگاه جای حادثه میرفتیم جسدها را تشخیص شدی که را میگذارندیم. این مسئله که در کجا دفن کردن همین جسدها با میون میومد چون که شمارش بسیار بود رسیده. مثل جسدها نزدیک یعنی در سوی نزدیک با دیوای انجیرو، کیش، تیرمنجو، شوند و غیره هم جسدها اشکار میشن از خود نامعلوم. مثال یا این طرف یا ساکنان این طرف یا ساکنان مثال جمهوری همسر ما هم بعد این با تشبس مردم رو شد. این مردم مثال ما را یادم میکنن بعد انجام فعالیت ما میرسن هم جسدها را میبردن خب میشستن کفن میکنن جنازه میکنن بعد در یک جای معین دفن میکنن. اما این منزلگاه در شکل پورش تا امروز آمده نرسیده است. وقتی به کنار آرامگاه مینگری عیان است که یک قسمش را آب شسته برده است. از همون نیمی دایره او طرف بود. دایره طرفی ها همون توغای بود. اون طرف میگرد. مدت یک در 20 سال مایده همین دایره بارش گرفته به همین طرف اومد چون که طرف کوه طرف خاک برای همین این دریا همین طرف بار گرفته نیمی 50% همین منزلگاه آب برده. انا این منزل آخرین غریب است که مردم کشت از آب برآورده به خاک سپردند. او یک دخترک 22 ساله بدخشی بوده است که خود را به شام به صدمه دچار شده به آب غرق شده است. اما این قبر امروز خالی است زیرا نزدیکان میت بعد چند روز فوتش آمده جسد را به زادگاهش بردند. زنکا اومدیم تماشاگاه جمع میکنیم مال جمع میکنیم خیلی تره بعد نگاه کردیم که هم یک چیز سیاهی فرگشته است. در رفتیم خبر کردیم و در مورا اومدن شو گرفتن نه علق میکنیم علق گرفتن اومده کشیدیم خیلی عورتی از دختر ما رفته رئیس محلمون سون آورده کفنی خیلی خلق دوکای جمع کردیم رفته رو شوشا پشوندیم بعد اومده مردکا جمع آوردن در همی راه موندن در روی قولین آوردن رو دموندیم زنکا جمع شدیم کفنی دوختیم پشوندیم خیلی رفتن گور کردن. تا امروز مردم زیاد از ساحل دریای پنج به سراغ نزدیکان گم کردهشان در ساکنان دهه کشت را میکوبند. یک بچه 3 بارشید میآید میگه که برادر ما در همین جا وردگی در سال 1997 همین جواب گفته میگن که همین جا گور کردگی است. همین مرا نمیدونم برن نه نمیدونم که همین جا همون سال همین کلانترا همین جا بودن همین جا گور کردگی است. نکی ما عینا نمیگم که نمیگوره. ارزش‌های انسانی برای ساکنان یک ده رودخانه 5 هنوز هم قیمتند. این است که مردم روستایی کشت وظیفه ایمانی و انسانی خود را در برابر یک غریب انجام می‌دهند.